قانون اساسی چیست؟ چه اهمیتی دارد و اهداف یک قانون اساسی کدامند؟ کارکرد و کاربرد قانون اساسی برای مردم و جامعه چگونه است؟ آیا قانون اساسی می‌تواند تضمین کننده عدالت اجتماعی باشد؟ چگونه؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ چگونه حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی تعریف و تضمین می‌شود؟ آیا قانون اساسی باید شامل اصول اخلاقی یا دینی باشد؟ چرا؟ چگونه قانون اساسی می‌تواند به تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها توجه کند؟ و چگونه می‌تواند و باید تعادل بین قدرت و حکومت و حقوق و خواست افراد را برقرار کند؟ نقش قانون اساسی در ایجاد ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی چیست؟ چگونه می‌توان از نقض قانون اساسی توسط حکومت جلوگیری کرد؟ چگونه قانون اساسی می‌تواند با چالش‌های جدید مانند تغییرات اقلیمی و فناوری‌های نوین سازگار شود؟ و اصلاً چگونه می‌توانیم برای تدوین یک قانون اساسی نو یا بازنگری و بهبود آن کوشش کنیم؟ در این کانال پاسخ این پرسش‌ها را جستجو خواهیم کرد. انواع آنها را خواهیم شناخت و می‌بینیم که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند و از شما خواهم پرسید که کدام را بیشتر می‌پسندید. به گاهداد خوش آمدید. گاهداد مکانی برای پرسش و پاسخ در مورد مسائل حقوق اساسی است. جایی و زمانی که پرسش‌های مهم حقوق اساسی پاسخ‌های روشن و متفاوت پیدا می‌کنند. در اینجا به پرسش از مفاهیمی اساسی می‌پردازیم که معنای آنها آینده را رقم می‌زند. به گاهداد بپیوندید و همراه هم باشیم تا با یکدیگر ایده‌ای نو و برآیندی کارآمد بسازیم که حاصل پرسش و آگاهی و خواست جمعی ما باشد.